در نتیجه برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 30 ساله ساکن ناحیه مشجع با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی دستگیر کرده شد. نامبرده 12 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 18:00 دقیقه هنگام در طلبخانه میرگانوف واقع در جماعت شهر بوستان ناحیه مشجع قرار داشتنش با زن 32 ساله ساکن همین ناحیه جنگ و جنجال نموده با کارد خواجگی 6 مرتبه به اعضای بدن جبر دیده زده جراحت‌های وزنی جسمانی رسانیده است. در نتیجه جبر دیده در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 39 ساله ساکن ناحیه باباجان غفوروف آغاز کرده شد. نامبرده 25 دکامبر سال 2022 با روی فریب به باوری مرد 37 ساله ساکن شهر استرفشن در آمده 25 سر چهارروی کلان شاخدار را به مبلغ 187,150 سومانی غیر قانونی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر باختر با عریضه مرد 28 ساله ساکن ناحیه وخش مراجعت نموده است که 4 سپتامبر سال 2023 شبانه هنگام در بنای نفساختمان به نام انور خواب بودنش شخص نامعلوم با روی پنهانی یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 6500 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 42 ساله ساکن ناحیه جیهون با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. صبح 13 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 9:30 دقیقه راننده автомاشین تمغه خفی رایموف ایرگاش سال تولدش 1963 ساکن شهر ترسونزاده هنگام حرکت در روی ماشینگرد حدود دهه بقایی جماعت دیهات نواباد شهر ترسونزاده از عهده دارای واسطه نقلیات نبرآمده به قسمت راست رود چپ شده است. در نتیجه خود راننده رایموف جراحت‌های جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است و مسافر автомاشین مذکور اورونو و نصیبه سال تولدش 1988 ساکن شهر مذکور جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اویل بین حادثه تحقیقات ادامه دارد.